در سوریه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آغاز شد و مردم عمدتاً در مناطق تحت نظر حکومت در رایدهی شرکت کردند. در انتخابات دو نامزدی نه چندان شناخته و رئیس جمهور فعلی بشار اسد شرکت می کنند و انتظار می رود که او در این کارزار پیروز خواهد شد. منتقدان بشار اسد و جامعه بین المللی انتخابات را ناعادلانه خواندند. در جنگ داخلی در سوریه از سال 2011 تا کنون بیش از 160,000 نفر کشته شدند. در قرقیزستان مقامات رسمی امریکا کلید رمزی مرکز ترانزیتی منس در نزدیکی بیشکک را در یک مراسم با تنتنه به وزیر دفاع قرقیزستان سپردند. مقامات این کشور سال گذشته گفتند که مهلت اجاره منس از طرف نیروهای امریکا را تمدید نمی کنند. این پایگاه در فرودگاه بیشکک را امریکا برای مساعدت در عملیات‌های نظامی در افغانستان استفاده می برد. پاملا اسپراتلن سفیر امریکا در قرقیزستان گفت امریکا خوشحال است که این مأموریتش را با برار انجام داد. جنگ نیروهای امنیتی با تندروان شریک القاعده در عراق صدها نفر را در ولایت انبار بیخانه کرده است. بعضی از این مردم بیجا شده در اردوگاه پناهندگان در شهر رمادی موقتاً جای گرفتند. جنگجویان شریک القاعده و قبیله‌های ضد حکومتی از آخر سال گذشته تا کنون بخش زیادی از شهرهای فلوجه و رمادی را اشغال کردند. در پاکستان تاجران و صاحبکاران ولایت خیبر پختونخوا به مقامات حکومتی هشدار دادند که اگر امنیت در این ولایت را بهتر نکنند آنها دکانهایشان را بسته به دیگر مناطق می روند. در یک نشست خبری در پشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا گفتند که وقتهای اخیر طمعجویی از تاجران از دزدیدن و ربودن آنها برای خونبها بسیار شده است. خیبر پختونخوا در نزدیکی مناطق ناآرام و قبیله نشین پاکستان جای گرفته است. در ولایت کیروی روسیه هزاران نفر مردم اعتقادمند در مراسم مذهبی ولیکارتسکی شرکت کردند. برای شرکت در مراسم نیایش در حق تمثیل نیکولاس مقدس، یکی از پیشوایان مذهبی پروسلاوها، مردم عابد 150 کیلومتر را در 6 روز طی کردند. این مردم در مراسم امسال برای صلح، آرامش و نرمش در دلهای تندخو در اوکراین دعا کردند.